در یک قبرستانی که در کنار شهر الماتای قزاقستان برای قربانی‌های بیماری کووید 19 اختصاص یافته است، شماره قربانی‌ها بیش از آن است که مقامات قزاقستان تصدیق کرده‌اند. روز 25 می بخش قزاقی رادیوی آزادی دفن 2 جسد را به نوار گرفت که از طرف آدمان با لباس‌های حمایتی به خاک سپرده شدند. در این قبرستان 32 گور نو مشاهده شد. این در حالی است که مقامات قزاقستان میگویند در این جمهوری 10 نفر از کووید 19 به هلاکت رسیده، در شهر الماتا و گرد و اطراف آن یگان کس از کووید 19 وفات نکرده است. قبرستان مذکور در دهه قرائویی واقع در 50 کیلومتری الماتا قرار داشته توسط یک پیراه به 2 تقسیم شده است. به استثنای 2 قبر نو، در یک طرف قبرستان 13 قبر مسلمانی و در طرف مقابل آن 17 قبر نصرانی به چشم می‌خورد.